با عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان. امروز میخوام در رابطه با لباسشویی و سرویس هر چند وقت یک بار که نیازه 30 تا 40 شستشو یا به عبارتی هر 3 ماه یا 4 ماه یک بار. برای این کار ما یه دانه از این جرمگیره لباسشویی نیاز داریم که داخل جاپوچی میریزیم. دستگاه رو روشن میکنیم. شستشو کتان با درجه حرارت بین 60 تا 95 دستگاه رو پلی میکنیم، میذاریم شستشو بکنه. با این طریق باعث میشه که جرم و رسوبایی که داخل دستگاه هستن ما نمیبینیم، تمامی رسوباتشه این مدت خیلی کامل و قشنگ همه رو میشوره، همه رو ضد عفونی میکنه. بعد از اتمام کار میبینیم دستگاه اصلا یه مقدار خوشبوتر میشه. شاید برای بعضیا اتفاق افتاده باشه زمانی که لباسی تو لباسشون میندازن شستشو میکنن ببینن که لباس بوی بد میده. این یکی از عواملش همینه. بعضی از خانم‌ها من میبینم به فرض میگم این لباسشویی الان 7 کیلوییه، میان فکر میکنن باید 7 کیلو حتما لباس خشک داخلش بندازیم که این کار اشتباهیه. حجمی که برای لباس در نظر گرفته شرکت یا توان لباسشویی تا این حده. ما باید تا این حد لباس تو لباسشویی بندازیم که زمانی که ما این لباس هم داخل لباسشویی میاد 3 یا 4 برابر حجم خودش لباس میگیره. ممنون.